سلام خدمت همه هموطنان عزیز. امروز آمدیم در مورد کپکات، آموزش این که کپکات چرا در ایران کار نمیکنه و در افغانستان کار نمیکنه، چون تحریم است. دوستان عزیز، مشکل زیاد از هموطنان ما در کشور ایران یا افغانستان ای است که مثلا از کپکات نمیتونن استفاده کنند و ما امروز آموزش میدیم که کپکات را چه قسم در ایران و در داخل افغانستان فعال کنیم. پس با ما باشید. اگر چینل را سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و لایک کنید و زنگوله بغلش را هم فشار بدهید. خیلی تشکر. خب بریم سراغ آموزش. دوستان عزیز، کپکات در ایران و افغانستان کار نمیکنه چون تحریم است. شما مثلا الان چی کار میکنین که کپکات در داخل ایران و افغانستان کار کنه؟ شما چی کار میکنین؟ شما در قدم اول گوگل خود را باز میکنین و اینجا نوشته میکنین کپکات. ما از قبل نوشته کردیم، میزنیم روش که زدم میاین روش کلیک میکنین. کلیک کردین میرین داخل سایت رفتیم میریم پایین که رفتیم شما میرسیم مثلا به اینجا نوشته است کپکات با لوکیشن مثلا ایالات متحده و لوکیشن ویتنام و لوکیشن اندونزی. شما ایالات متحده را انتخاب نکنید، خب شما یا ویتنام انتخاب کنید یا اندونزی را. من ویتنام انتخاب میکنم و میزنم نصب شود. خب من منتظر میمانم که نصب شود. خب الان این نصب شد. واز میکنم و میرم داخلش میرم. الان واز نکته مهم اینجا که دوستان عزیز متوجه باشین، مثلا در بعضی گوشی ها کپکات با زبان فارسی کار نمیده ولی در بعضی ها کار میده. خب مثلا شما چی کار میکنین؟ اول قبل از اینکه کپکات را باز کنین میرین زبان گوشی خود را انگلیسی کنین. از قبل انگلیسی است. شما اگر زبان گوشیتون فارسی است از قبل برین انگلیسی کنین. خب الان از من انگلیسی است. تنها نیاز من چیست؟ اینجا برم یک وی پی این روشن کنم و میرم بیرون از اینجا، میرم وی پی این خود را انتخاب میکنم و چیکار میکنم؟ منتظر میمونم که روشن شود. خب الان وی پی این من روشن شد و من از اینجا میبرم دوباره میرم داخل کپکات. دوستان عزیز، وقتی داخل کپکات شدیم نگاه این تمپلیتاش و ایناش نیامد. پس چیکار میکنیم که ایناش بیاید؟ میریم از تنظیمات، از بالا از تنظیمات میریم این علامه را چیکار میکنیم؟ روشن میکنیم. پس دوباره آمد بیرون و اینجا چیکار میکنیم؟ الان تمپلیتاش آمد ولی میزنیم داخل تمپلیت ممکن است کار نده. ما داخل تمپلیت زدیم ولی چی شد؟ ارور میده، کار نمیده. پس چیکار میکنیم؟ دوباره میریم همون علامتی که زدیم خاموشش میکنیم. پس میریم همونجا علامت را خاموش میکنیم و وازش میکنیم. نگاه اومد. خب الان ما مثلا دوستان عزیز، اگر تا اینجا ویدیو براتون مفید بوده ممنون میشم اگر چینل من را سابسکرایب کنید. من تازه وارد یوتیوب شدم و فعالیت را تازه شروع کردم. درست است یک کم لغزش زبان دارم ولی به بزرگواری خودتون ببخشین. چینل را سابسکرایب کنین. خدا نگهدار شما و